هم مستقل به میدان آمدم، از همه نیروها استفاده میکنم و به همه احزاب و گروه هایی که در چارچوب قانون اساسی فعالیت میکنن احترام میذارم. و اینجا موارد بسیار سنگین و زیادی دارم که دولت نه یک مورد نه دو مورد به طور علن در مقابل قوانین ایستاده. ولی در کشوری که قانون بی‌مقدار بشه و رسما دولت در مقابل چیزی که مجلسی که همسو با دولته، مخالف دولته، قانون بگذرونه، دولت میگه من اجرا نمی‌کنم. در چنین حالتی آیا نباید ما احساس خطر بکنیم که در این کشور همه چیزی ممکن است اتفاق بیفته؟ برای همین بنده مسئله قانون‌گذاری رو حذف می‌دونم. من خیلی سریع برمیگردم به همین چیزی که ایشون اشاره کردن، قانون‌گذاری. بله، بنده قانون‌گذاری یکی از دلایل اصلی هم برای همین. بنده معتقدم استبداد صغیر به دلیل پشت کردن به قانون پیش اومد. بحث‌های عجیب غریبی هم راجع به این که این چی هست و از این حرفا کردند و من نمی‌دونم که دولت میتواند که یا قانون رو اینجوری رفتار بکنه. خب یا قانون مخالف باید یا قانون دیگه‌ای رو باید جانشین بکنه، ببره مجلس تصویب بکنه و بتونه از اون بگذره. خود محوری و قانون‌گذاری. خب آدم که خود محور نباشه از قانون فرار نمی‌کنه، از قانون استقبال می‌کنه. دوستم نداره قانون رو، میره از راه قانونی میره حلش می‌کنه. یکی از مهمترین انگیزه‌های ما ورود برای صحنه انتخابات همین مسئله گریز از قانون بود. بیان کردن در مورد مسائل خارجی داریم، داخلی داریم، مسئله قانون‌گذاری دولت داریم. آیا دیکتاتوری غیر از این است که کسی رو به روی قانون بایسته؟ دیکتاتوری غیر از این است که کسی رو به روی قانون بایسته؟ دیکتاتوری غیر از این است که کسی رو به روی قانون بایسته؟ خائنین به آرای مردم ابایی از آن ندارند که این خانه پارسیان به آتش کشیده شود. خب آدم که خود محور نباشه از قانون فرار نمی‌کنه، از قانون استقبال می‌کنه. دوستم نداره قانون رو، میره از راه قانونی میره حلش می‌کنه. بیانیه میرحسین موسوی. این جانب ضمن اعتراض شدید به روند موجود و تخلفات آشکار و فراوان روز انتخابات هشدار می‌دهم که تسلیم این صحنه آرایی خطرناک نخواهم شد. نتیجه آنچه که از عملکرد متصدیان بی‌امانت دیده‌ایم و می‌بینیم جز تزلزل ارکان نظام ایران و حاکمیت دروغ و استبداد نیست. Diana à quelques mètres de l'ambassade d'Iran à Paris. Ils sont plusieurs. Accuser le régime de Téhéran de ne pas avoir pris leur bulletin en considération. خب آدم که خود محور نباشه از قانون فرار نمی‌کنه، از قانون استقبال می‌کنه. دوستم نداره قانون رو، میره از راه قانونی میره حلش می‌کنه. بیانیه میرحسین موسوی. طبیعت خودجوش واکنش‌های مردم خبر از ادامه دار بودن آن تا رسیدن به نتیجه می‌دهد. خب آدم که خود محور نباشه از قانون فرار نمی‌کنه، از قانون استقبال می‌کنه. دوستم نداره قانون رو، میره از راه قانونی میره حلش می‌کنه. بیانیه میرحسین موسوی. بر این باورم که انگیزه و خلاقیت شما مردم همچنان میتواند حقوق مشروعتان را در چهره‌های مدنی جدید مورد پیگیری قرار دهد و محقق کند. خب آدم که خود محور نباشه از قانون فرار نمی‌کنه، از قانون استقبال می‌کنه. دوستم نداره قانون رو، میره از راه قانونی میره حلش می‌کنه.
بیانیه میرحسین موسوی. از ما خواسته می شود که در این شرایط شکایت خود را از طریق شورای نگهبان پیگیری کنیم، حالان که این شورا در عملکرد خود چه قبل، چه حین و چه بعد از انتخابات عدم بی‌طرفی خود را به اثبات رسانده است. نباید از کسی پذیرفت که ما شورای نگهبان قبول نداریم. نمیتونی قبول نداشته باشی. مردم رأی دادن به اینها. مردم به قانون اساسی 16 میلیون تقریبا یا یه قدر بیشتر رأی دادن به قانون اساسی. مردمی که به قانون اساسی رأی دادن ملتزمن که قانون اساسی اجرا بشه. خب آدمی که خود محور نباشه از قانون فرار نمیکنه، از قانون استقبال میکنه. دوستم نداره قانون رو، میره از راه قانونی میره حلش میکنه. از صبح هم مرتب اطلاعاتی که در اختیار ما قرار میگرفت اغلب 4-1 بود. به خصوص یک نقاطی هستن که اصلا مشخصه که خودش ملاک تشخیص نادرست بودن این مطلب وزارت کشوره. مثلا آذربایجان و ترکمن‌ها هیچ وقت فرزند خودشون رو نمیذارن که کس دیگه رأی بدن. یا لرستان که خود من لر هستم و موسوی هم بارها گفته من داماد لرستان هستم، موسوی رو نمیگذارن که آقای احمدی نژاد رأی بدن. این دوتا برای ما ملاک اینی که باقی موارد هم شبیه همین، ضمن این که مرتب هم گزارش میشد حتی 4.5-1 بود نسبت‌های موسوی به احمدی نژاد الی آخر و با یه ترتیبی که خودشون میدونن. البته من دقیقاً نمیدونم چه روش‌هایی رو به کار بردن و این آمار بسیار غلط و نامقبول دادن که به هیچ وجه از نه مردم ما قبول کردن. الان مردم بسیار متأثر هستن، نه خود آقای موسوی قبول کرده و نه من که به عنوان همسر ایشون و در این حال مبارز در کنار ایشون حضور داشتم اینو میتونم قبول کنم و حالا باید دید که بعد از این موسوی چه برنامه‌ای خواهند داشت. فقط من خانم رهنورد اتفاقا من سوالم راجع به همین هست. آقای موسوی در بیانیه خودشون میگن که به افشای رازهای پشت سر این روند مخاطره‌آمیز خواهم پرداخت. من میخوام بدونم واقعا اقدامات عملی که ایشون با ندارن انجام بدن چه هست، حالا چه در باب افشای این روند و همینطور احیانا تغییرش. ببینید الان من دسترسی به موسوی ندارم چون در یه جلسه بسیار مهمی الان حضور داره، باید بیاد و ببینم. اما چیزی که میتونم بگم خطاب به مردم عزیز ایرانه. مردم عزیز ایران، موسوی و رهنورد که یک فدای 70 میلیون نفر خودشو میدونه، در کنار شما هستیم، با شما هستیم، میدونیم که با رأی شما بازی شده. این اهانتی که به شما شده فراموش نمی‌کنیم و سعی می‌کنیم با همدیگه مشکل رو حل کنیم یا افشا کنیم که چه اقداماتی و چه روش‌های غلطی در این رابطه به کار رفته. که اگر کسانی شبهه دارند و مستنداتی ارائه میدن باید حتما رسیدگی بشه، البته از مجاری قانونی. امروز اگر چارچوب‌های قانونی شکسته شد در آینده هیچ انتخاباتی دیگه مسئولیت نخواهد داشت. در هر انتخاباتی بعضی برندن بعضی برنده نیستن دیگه. هیچ انتخاباتی دیگه مورد اعتماد قرار نخواهد گرفت و مسئولیت پیدا نخواهد کرد. اگر اونها کمی افراطیگری کنن، دامنه این افراطیگری در بدنه مردم به جاهای بسیار حساسی و خطرناکی خواهد رسید که گاهی خود اونها دیگه نمیتوانن اون رو جمع کنن. نمونه هاشو دیدیم ما. افراط وقتی در جامعه به وجود آمد، هر حرکت افراطی دامن میزند به افراطیگری دیگران. اگر نخبگان سیاسی بخوان قانون رو زیر پا بگذارند یا برای اصلاح ابرو چشم رو کور کنند، چه بخواهند چه نخواهند مسئول خونها و خشونتها و هرج و مرجها اونهایند.